ساعت با وقتی پراگ رسیده است. من شعله گلخوجه از دفتر مرکزی رادیو آزادی در جمهوری چک از شهر پراگ شما همراهی میکنم و امیدوارم که این لحظه ها شما با ما پیوستید و سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان رو میشنوید. من در چند دقیقه تلاش میکنم اون خبرهایی که در دستم هست برای شما بگویم و بعد از 3 ساعت دیگر شما رو در پخش مستقیم برنامه خبری بازم در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب منتظر میشم. خب، ترکمنستان به تاجیکستان نوت اعتراضی فرستاد. وزارت امور خارجه ترکمنستان از نیت تاجیکستان جهت موقوف گذاشتن ساختمان راه آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. ایده ساختمان راه آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان زمانی به میان آمده بود که تاجیکستان از رهبندان ازبکستان در زمان ریاست پرزیدنت اسلام کریموف رنج میکشید و این راه در صورت ساخته شدنش نخستین راه آهن میشد که ترکمنستان و تاجیکستان رو بدون عبور از قلمروی ازبکستان با افغانستان میپیوندد. خب، در این باره ما در برنامه خبری برای شما مفصل معلومات خواهیم داد. برای همینم پیشنهاد دارم که در برنامه ما رو همراهی کنید. شوکت میرزیویف به تاجیکستان با چی میآید؟ سفر پرزیدنت ازبکستان همین هفته در نظر است. قرار است روز اولی سفر میرزیویف از شهر ترسونزاده شروع شده. بر اساس برنامه این سفر پرزیدنت ازبکستان نخست با فعالیت شرکت آلومینی توجیک و باغ‌های انگورپروری آشنا شود. در این سفر 2 روزه پرزیدنت ازبکستان در نشست رؤسای جمهوری کشورهای عضو سازمان اتحادیه دولت‌های مستقل که روزهای 27 و 28 در دوشنبه دایر می شود شرکت کند. طبق اطلاع منبع رئیس جمهوری ازبکستان به علاوه شرکت در این نشست ملاقات‌های جداگانه با سران کشورهای عضو این سازمان را خواهد داشت. تاجیکان در یک روز باید چی خورند؟ حکومت کشور معیار توصیوی استعمال محصولات اساسی غذایی را برای یک ساکن تاجیکستان معین کردند. در این حجت دقیقاً نشان داده است که برای سالم بودن یک نفر باید او در یک روز چند گرم و چه نوع محصولات را استفاده نماید. در پس منظر همین خبر نگاهی میاندازیم به سبد استعمال مردم کشور و در یک گزارش خواهیم دید که تا کجا ساکنان امکان خریداری این یا آن محصولات را دارند و در عموم چقدر تاجیکان از کمبود غذا در کشور عذاب میکشند. همچنین تفصیل داریم در مورد حمله اخیر به پرده نظامی در ایران که چندین نفر رو کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات این کشور گفتند شبکه‌ای رو دستگیر کردند که در این حمله تروریستی دست دارند. در این برابر در برنامه امروز خواهیم دید که چرا مردی چخ به رسام سرب حمله کرد. شما امکان دارید که در برنامه خبری نوار اکسکلوزیوی رو تماشا کنید و همین گونه فراموش نمی‌کنیم درباره پناهنده‌های افغان که در ایران بودند و بنابر مشکلات اقتصادی در این کشور دوباره ترجیح دادند که به وطن خود یعنی به افغانستان برگردند. مریم را به مکتب قبول کردند. مریم 10 ساله که با مساعدت مقامات تاجیکستان از بغداد عراق به وطن آورده شده بود به تحصیل شروع نموده است، اما این تحصیل با دخالت وزارت معارف امکان پذیر گشته است و مریم در نزد یک کمیسیون مخصوص امتحان سپرید. چرا؟ در برنامه خبری برایتان بعد از 3 ساعت دیگر بیننده عزیز خواهیم گفت. جرأت زنان بیشتر و گپ‌پرتوی مردم کمتر شده است. حبس چند جوان و نمایش فرشویی آنها با جرم گپ‌پرتوی و دشنام زنان و دختران بسیاری از ساکنان دوشنبه را احتیاطکار کرده است. حالا جوانها حتی با شوخی به یکدیگر مصلحت میدهند که اگر به دختر گپ پرتافتنی هستی باید اول چوب و لطه فرشویت را آماده نمایی. در این باره یک گزارش را پیشنهاد شما خواهیم کرد. توصیه می‌دهم که بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری این گزارش رو حتما ببینید. البته روز نو آغاز شده است، هرچند در دوشنبه نصف روز است اما در پراگ صبح است و همکاران ما پای خبرهای مهم هستند، از جمله در باره جاری شدن لیمیت برق در بعضی از مناطق تاجیکستان برای شما گزارش آماده میکنند و باز چند خبری هم هست که فکر میکنم برای شما دانستن آن از منفعت خالی نیست. از این خاطر شما بعد از 3 ساعت یعنی ساعت 1 با وقت پراگ ما رو در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی همراهی کنید و همچنین ما رو در www.azadi.org بجوید که وبسایت رسمی رادیو آزادی است و اگر میل داشتید پس برید به شبکه‌های اجتماعی که آنجا رادیو آزادی صفحه های مخصوص خود را داده و فراموش نکنید که ما همین گونه همکاری شما رو با رادیو آزادی قدر میکنیم و
اگر شما تو شروع برنامه و یا بعد از این هم هر درخواستی دارید، خواهشی دارید و اینکه خبری دارید که میخواهید اون را با رادیو آزادی در میان بگذارید و یا نوار عکسی دارید که فکر میکنید برای دیگران هم دیدن اون جالب است، پس استیاله نکنید، با رادیو آزادی اون را در میان بگذارید، برای ما بفرستید. و اگر سوالی دارید که میخواهید بدونید که طریق کدام راه شما میتونید این نوار و عکسای خود رو بفرستید، پس بروید به سامانه رادیو آزادی، طوری هم در بالا گفتم www.azadi.org و اونجا رقم شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر، واتساپ و ایموی رادیو آزادی نوشته شده است. و باید یک چیز رو با ذکر کنم که باید طوری در برنامه‌های قبلی هم گفتم، شما باید خودتون به واسطه مؤلف این نوار و عکس‌ها باشید، در صورت غیر ما حق نداریم که این مواد شما رو در برنامه‌های خودمون جای بدیم. و فراموش نکنید که ما آماده هستیم به هر سوال شما پاسخ بدیم اگر این سوال شما مربوط به صدها و یا هزار نفر دیگری باشند که در تاجیکستان و یا بیرون از آن زندگی میکنند. با امید همکاری بیشتر، من شعله گلخوجه بعد 3 ساعت دیگر شما را بازم منتظر میشم.